ولی تا ابد تایپ من اون پسریه که رومگیره، به شدت غیرتیه و حساسه. تو طول روز همش رو خطمه و براش خیلی مهمه که من اون رو در جریان تمام کارهای روزمرم قرار بدم، چه پیامکی، چه تلفنی و چه بهتر با عکس و فیلم. انگار همش همینجا کنارمه. من روانی اون پسریم که براش خیلی مهمه با کی میرم، کجا میرم، چه ساعتی برمیگردم، دوستام کیان، تفریحاتم چیاست و پوششم چیه وقتی اون کنارم نیست. حالا تو میخوای اسمشو بذار بدبین، بددل، تاکسیک یا هر چیز دیگه ای. اما از من به شما نصیحت، اگه با یه پسر ایرانی تو رابطه ای، ذات مرد ایرانی حساس و غیرتیه. اگر کسی برای شما اینجوری نیست، بدونید خیلی های دیگر رو تو آب نمک نگه داشته و شما شخص اول زندگی اون نیستی.